عمران خان ستاره سابق کریکت یا چف گامبازی سروزیر سابق پاکستان و رهبر حرکت اپوزیسیونی تحریک انصاف که حالا 70 سال دارد روز 9 ماه سال 2023 در بنای دادگاه عالی اسلام آباد از سوی کارمندان دفتر ملی مسئولیت که نهاد مسئول مبارزه با کروپسیا در رده‌های بالای حکومت پاکستان بابز گرفته شد. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که اطراف بنای دادگاه عالی اسلام آباد را دهها کارمند پلیس پیچانیدند و کارمندان دفتر ملی مسئولیت عمران خان را از 4 طرف با سپرها احاطه کرده از بنای دادگاه بیرون میبرند و به ماشین زیر پوش رنگش سوار کرده با خود میبرند. بعدا گزارش آمد که عمران خان الکی به بنای دفتر ملی مسئولیت در شهر راولپیندی، شهری که در کنار اسلام آباد که اکثر اداره های دولتی در همین جا جایگیر شدند آورده و او حالا در آنجا تحت بازپرسی قرار دارد. ناظر کل پلیس اسلام آباد دکتر اکبر ناصر خان بازداشت عمران خان را تصدیق کرده به خبرنگاران گفته است که افضا تحت نظارت قرار دارد. بنا به خبرها عمران خان به دادگاه عالی اسلام آباد برای آن آمده بود که بار دیگر پرونده های جنایتی به ضدش باز شده پول گرفت بسپارد و شناسنامه بیومتریکیش را پس بگیرند. پس گرفتن شناسنامه به عمران خان امکان انجام سفر به خارج را میداد، ولی در بنای دادگاه معلوم شد که رهبر دفتر ملی مسئولیت جنرال لتنانت نظیر احمد بود هنوز روز 1 می امر حبس عمران خان را در رابطه به پرونده تصرف مبلغ‌ها از بنیاد القادر تراست صادر کرده است و زیردستان جنرال بود در دادگاه منتظر آمدن اویند که بازداشتش کنند. پاکستان یکی از دولت‌های اعظم فسادزده دنیا به شمار می رود و دفتر ملی مسئولیت محض برای ریشه‌کن کردن این مرض در این کشور تشکیل شده است.